یعنی اگه من نتونم خوب حرف بزنم ممکنه اتفاقا بدتر بشه، اون مشکل اینقدر باشه اینقدر. من باید بتونم خوب حرف بزنم، مشکلمو پخش کنم. این نیست که تو بفهمی و بپذیری. من ممکنه بپذیرم بعد اینجوری باشم که آقا اوکی، ولی اگه واقعی عذرخواهی میکنم. آخه داستان اینجاست که اگر قرار باشه که با منطق جور در بیاد کامل بشینه بهت، که خب تو کامل طرفو درک کردی، تموم شده. لول درک کردنه تموم شده. منو میزنی؟ تحمل میکنی؟ سلام به برنامه هوکنسه خوش آمدید، برنامه شبکه‌های. خب امروز با یکی از دوستان عزیزمون صبا همتیان بروج جردی هستیم. خودشو معرفی کنه. اول سلام بقیه. سلام کیمیا. سلام صبام. همتیان بروجردی نه بروجنی. مرسی. بوس. سلام منم سینا. سوال امروزمون، هوکنسه امروزمون، کی میتونه بگه پسرا دخترا رو میفهمن یا کی میتونه بگه دخترا پسرا رو میفهمن؟ که من خودم با جفتش مخالفم که هیچ کدوم نمیفهمن. حالا بریم نظر بچه‌ها رو بدیم. آقا کی اول میخواد صحبت کنه؟ سلام. خب اولین نکته‌ای که هستش اینه که کلا مثلا چرا این سوال برام مطرح شد، احساس میکنم به خاطر اینکه چون هیچکی رو نمیفهمه، یعنی اگه کسی رو میفهمید که این سوال نمیشد. خب چون هیچکی انگار این نمیفهمه، آدم برای سوال پیش میاد که واقعا چرا اصلا اینجوریه. یعنی الان واقعا برای من سواله که اصلا دختری تو جهان هست که یه پسری رو بخواد بفهمه، یا پسری تو جهان هست که یه دختری بخواد بفهمه. اجازه بدید منطقی درباره این موضوع صحبت کنم. به نظر من نمیشه خیلی کامل نگاه کرد به این قضیه. یه سری وجهه هایی رو میشه فهمید. مثلا مشکلات خانوادگی، مثلا اینکه تلاش کردن برای پول درآوردن، مثلا اگه آدما افسردگی بگیرن. یه چیزایی رو میشه فهمید. ولی انقدر چیزایی که نمیشه فهمید زیاده. یعنی من برم به یه پسر بگم که آقا میفهممت، اگه واقعا هم بفهمم اون هیچ وقت قبول نمیکنه همچین موضوعی رو. میگه تو منو نمیفهمی. به خاطر که این یه باور جمعیه. به نظر من تا یه حدی میشه فهمید، تا یه حدی نمیشه فهمید. اجازه بده بازم صحبت. مشکلات خانوادگی رو بدون یعنی پسرا رو میفهمی؟ من دیگه صحبت نه. مسئله اینجاست که ببخشیدا. مرسی. نه منظورم اینه که مثلا ممکنه این آدم تو خانوادهش یه سری مشکلاتی داشته که منم شبیه به اونا رو داشتم مثلا توی خانواده مثلا، و یه سری تاثیرها این موضوع گذاشته. نه واقعا یه سری تاثیرها توی شخصیت اون آدم گذاشته که چون منم مثل اونا رو تجربه کردم، اون تاثیرها توی زندگی منم هست. اون مشکلات منم تحمل کردم، بنابراین تو اون جهات اون آدم رو میفهمم. متوجه شدین؟ بچه ها الان من نمیفهمید. نه میکروفون. من تو رو خوب میفهمم. بعد صدای تو هم بیاد. خب ببینم الان این حرفا رو قشنگ زدا. یه کوچولو هم میشه راجبش موافقتم کرد، حتی برای منم حتی من میتونم یه کوچولو خیلی میتونم موافقتم کنم، ولی احساس میکنم که در نهایت باز هم میگم دخترها نمیتونن پسرها بفهمن، پسرها شاید یه روزی بتونن دخترها رو بفهمن. خب شما نظرتون بگو. حرفی دیگه کسی نداره؟ من یه اجازه نه نمی میتونه؟ برای زمانی میخوای تو ویدیو خیار بخوری. آره. ببینید من نمیدونم چی بگم آخه. پسرا دخترها رو نمیفهمن، دخترها هم پسرا رو نمیفهمن. بالاخره دو تا جنسیت متفاوتیم، تو دو تا خانواده متفاوت بزرگ شدیم، تجربیاتی که تا اون زمان داشتیم با هم دیگه فرق میکنه و معلومه نمیفهمیم هم دیگه. ولی که با حرف زدن شاید بشه فهمید. یعنی اگه شما احساساتو بیان بکنی شاید بشه فهمید که مثلا چه حال و هوایی داری یا چرا رفتارت اینجوریه. حالا نمیدونم، نظر من. من اگه بخوام خودم نظر خودمو بگم، نظر من اینه که هیچ جوره نمیشه فهمید. یعنی من هیچ وقت نمیتونم کیمیا رو بفهمم یا تو بتونی سعید رو بفهمی. چرا؟ به خاطر دلیلی که الان گفت. اینکه تو اگه خانواده دیگه‌ای با یه ذهنیت و یه دنیای دیگه‌ای بزرگ شدی، من یه خانواده دیگه با یه ذهنیت و دنیای دیگه،
من و سینا که هم داداش هم دیگه ای، منم سینا رو نمیفهم، سینا منو نمیفهم. شما چجوری میخوای یه آدم غریبه که تو رابطه است با تو بفهمی؟ یا من الان What did he say? چم میگفتم به خاطر اینه که من میگم داداشمو نمیفهمم. تو چجوری میخوای یه آدم غریبه ای که مثلا کلا 3 سال 4 سال میشناسیشو بخوای بفهمی؟ من سوال اصلیم اینجاست، یعنی باگ موضوع شما که مافیای ما الان با رأی گیری اجماع میندازیم بیرون. تو چقدر نمکی کونی. حساب نظر در 2040 میکنیم. بفرمایید. خب مسئله همینجاست دیگه. از نظر شخص بنده ما اگه راجع به این مسائل با هم دیگه حرف بزنیم بهتر میتونیم بفهمیم و درک کنیم. مثلا یه چیزی رو بگو که تو راجبش تو منو درک نمی‌کنی راجبش. چی؟ آها. فهمید خودش. خب یه چیزی که من تو رو درک کنم، خیلی چیزا. یکیشو بگو. خب نمیشه، دعوا میشه. نه یه ساده ترینشی بگو. یه مثال بزن حالا اصلا. سوال کسی نمیخواد صحبت کنه نجات بده. نه ولی جدی مثلا یه چیزی که من مثلا در مورد کلا دخترا نمیفهم یا در مورد تو نمیفهم اینه که مثلا چرا انقدر آرایش میکنن آدم، حالا تو نه بیشتر دخترا چرا انقدر آرایش میکنن با اینکه مثلا هم تو عادیشون خوشگلن، انقدر به خودشون میرسن، انقدر مثلا اینور اونور میکنن، با اینکه خیلی عادیه که تو آرایش نداشته باشی، مثلا وقتی تو رابطه ای. خب بیا اگه راجع به این قضیه من به تو توضیح بدم که آقا من آرایش میکنم، زیاد آرایش میکنم، به این دلیل، حالا مثلا یه دلیلش اینه که اعتماد به نفسم پایینه و آرایش کردم بهم حس خوبی میده، مثال دیگه، آرایش کردم بهم حس خوبی میده، تو این قضیه رو نمیفهمی و نمیگی که اوکی آرایش میکنی به این دلیل. نه من که حرف ندارم. آقای کسی خاموش کردی میکرو. میتونم یه سوال از شما بفرمایید. بپرسم؟ ببخشید شما چرا موهاتون رو کوتاه میکنی؟ چرا ریشاتو میزنی؟ چرا لباس خوشگل میپوشی؟ خب یعنی چی؟ خود اینکه دوستم تو جامعه از نظر اجتماعی بالا باشه، چیزم چی؟ ردم بالا باشه. یکم کسر گیر آورد. یعنی چی؟ خب ما هم به خاطر هم آرایش میکنیم. خب تو الان اینو میفهمی ولی من اونو نمیفهمم. یعنی اینو نمیفهمم. نه داریم به راه اشتباهی. نه حالا من این مثالی که زدم خیلی کسچر بود. نه آخه اینی که زدم یهویی بود. آخه مثال بود، اصلا کاری به اون ندارم، فقط صرفا میخوام بفهمم که اگه توضیح بدم بهت و راجبش با هم دیگه حرف بزنیم تو درک نمی‌کنی و بیخیال اون قضیه نمیشی، نمیگی که آقا داره آرایش میکنه به این دلیل. قطعاً بیخیال میشم ولی نه بخاطر اینکه قانع شدم. خب نیاز نیست قانع بشی، فقط لازمه که بفهمی. مثلا یه خیلی کارا هستش که تو انجام میدی و من نمیدونم و درک نمیکنم، ازت میپرسم که آقا چرا این کارو میکنی؟ چرا کلاه میذاری سرت؟ تو میگه آقا به این دلیل کلاه میذارم، موهامو دوست ندارم کلاه میذارم سرم. من میگم اوکی من درک نمیکنم ولی میفهمم تو چرا این کارو میکنی. من این کارو نمیکنم ولی میفهمم تو چرا این کارو میکنی. اوکی. نه من نمیفهمم. تو نفهمی. نه خب یعنی تو چیزم نمیره، تو کتم نمیره. تو نفهمی. آره آقا نه اصلا این حرف من ربطی به اون آرایش کردن اینو نداره. ببین داستان اینجاست که چرا من میگم تا یه درصدی میفهمن همدیگه رو، به خاطر اینه که یک مشکلی که برای شما پیش میاد یا یک حس درونی که داری، تنها آدم رو کره زمین نیستی که این مشکل برات پیش اومده و این حسو داری. آدم‌ها در نهایت ذاتشون یکیه و مثلا تو اگر احساس افسردگی میکنی تنها آدم نیستی، مثلا یونیک نیستی توی این موضوع، که منم اون حسا رو ممکنه داشته باشم. تو اگه مثلا مشکل مالی داری فقط تو نیستی که مشکل مالی داره، که منم اون مشکل رو دارم، فارغ از جنسیت. یه سری چیزا اصلا به جنسیت ربطی نداره. من دلیل دارم برای نش. بگو. گفتنش. بده حرف بزن، بده دلیلشو بگی. یعنی چی؟ آها میخوای صحبت کنی؟ حالا بزن تو بگی قبلی زیاد صحبت. بذار بهت بگم. مثلا ببین هر کی این طبق ویدیو قبلی هم که گفتم من مهندس پزشکی روانشناسی ام، هر کسی یه ظرفی داره برای چیزش، مشکلی که براش پیش میاد. ممکنه اون افسردگی که برای من پیش میاد، یعنی ممکنه که قطعا همین جوریه. دقیقاً هیچ کی مثل اون یکی نیست. تو اگه با بی پولی مثلا
انقدر ناراحت میشی، من ممکنه با بی پولی انقدر ناراحت شم و حتی اگه هم اندازم ناراحت شم ممکنه عمق مال من بیشتر باشه از پایین تر. خب تاپیک که فرق نکرده که همونه. خب ولی اندازه فرق داره. خب اندازه فرق داشته باشه، پس به هر حال تو نمیتونی یه چیزایی که من درد کشیدم و درک کنی که. میتونه آقا میتونه؟ نظرم ادامه همکارم. داخل مورد حرفم بفهم. نه من جوابی ندارم. این خیلی پراکنده شدن بچه‌ها، رفتن توی یه سری موضوعات خیلی جزئی. اصلا بحث درک نکردن پسرا با دخترا یک موضوع خیلی کلیه، یا دخترا از پسرا. ببین شما دارین راجع به مثال‌هایی رو میزنید که مثلا بحث افسردگی، خب بعضی وقتا روانشناس هم نمیتونه بفهمه تو چته آخه. ببین میدونی این مثال خیلی مثال سختیه. یا اینکه خانواده تو چجوری تو رو تربیت کردن. اصلا بحث تعامل داشتن بین دختر و پسر اگه قرار باشه به اینا ختم بشه که اون وقت دیگه هیچی از هم دیگه رو نمیفهمیم. هیچ. یعنی من سوار اگه نمیفهمم راجع به این نیستش که خانواده‌مون شبیه هم نیست، مشکلات کودکی سوار رو درک نمی‌کنم، مشکلات کودکی خودم معلومه مثل که همینه. نه دیگه معلومه که آخه این خیلی عمیقه. ببین کن همین چیزای عمیقه که آره ببین کن آفرین. ببین کن این موضوع چیه؟ موضوع اینه که یه شرکت در نظر بگیرین، یه سازمان رو در نظر بگیرین، 50 نفر توش کار میکنه. خب تو این سازمان هیچ کس نه پدر مادر مشترک داره معمولا، حالا من اینکه خواهر برادر باشن، نه گذشته و آینده و حال مشترک دارن. خب ولی اینا میتونن با هم دیگه همکاری کنن، یه پروژه‌ای به اتمام برسونن. من میگم دختر و پسر این کارم نمیتونن بکنن. شما خیلی رفتین تو عمق ماجرا. آقا یه سوال داشتم. شما یه سری رفتارها داری. اون رفتارهای شما ریشه در کودکی و تربیت و همه اینا داره دیگه. که حتی اون اینو که نمیتونیم مثلا بیا پایین دورتر بگیر میکروفونو. من و شما مشترکاتی داریم. یه نفر هستش مشترکاتی نداره. خب من میگم اون دو نفر که با هم هیچ مشترکاتی هم ندارن میتونن با هم تعامل کنن، ولی دختر و پسرا الان با هم حتی تعامل هم ندارن. در مخصوصا به خاطر ولنتاین دارم میگم، امروز سر روز ولنتاین دارم اینو میگم، حتی مثلا نه که دوست هم باشن، تو رابطه هم هستن هم نمیتونن با هم تعامل کنن. یعنی تعاملشون کمه. اصلا من مشخصا نمیتونم سبا رو از نظر این موضوعی که شما دارین بررسی میکنید درک کنم. بچگی متفاوت، خانواده متفاوت، زندگی‌های متفاوت، طرز بزرگ شدن متفاوت، اصلا روحیات متفاوت. اینا اصلا مهم نیست. بحث اینه که با این همه چی شده. یه چیزی بگم. آها. با این همه تعاملات، با این همه تفاوتات تعامل لازمه. من میتونم با علی کماسی رفیق خودم این تعاملات رو داشته باشم، ولی بعضی وقتا همون تعاملات ساده رو مثلا با سوار نمیتونم داشته باشم. آخه من یه چی بهت بگم، معنی تعامل چیه؟ هم فکری، همکاری، هم روندی. ما سوالمون اینه که کی میگه دخترها میتونن پسرها رو بفهمن؟ خب بحث فهمیدن از همون تعامل هم میاد. تو اگه بتونی یه نفر رو بفهمی. نه تعامل یعنی تحمل کردن. نه تحمل بر وزن تعامل یعنی ارتباط و گفتگو و همنشینی. آفرین. آقا من یه چیزی که تو درک نمی‌کنم چجوری با گفتگو اونو درکش کنم؟ لازم نیست درک، اصلا لازم بحث این که بحث درک لازم نیست اینقدر عمیق شه. من حرفم اصلا اول اینه، شما دارین خیلی نگاه عمیقی به این ماجرا. برای همین میگم نمیتونین پسر و دختر درک کنن. نمیتونین دختر پسر رو درک کنی یا دختر و پسر رو درک کنی. نظر شما چیه؟ بذار این بحثو میذاریم گوشه که حوصله بینندگان عزیز بودم سر نره. ولی من حرفی می‌خواستم بزنم بسه. ببین اگه احساس میکنم خیلی سخت داری به قضیه نگاه میکنی، اتفاقا تو در این حد اصلا سخت نی. ما تعامل داریم، مثلا توی یه شرکت با هم دیگه کار میکنن، خیلی از اون همکارها خانوم و آقا. این یک. دو اینکه آقا شما تعامل کردی، پدر مادر ما مگه چیکار کردن؟ تعامل کردن، ما رو بزرگ کردن. من مخالفم. همکاری نکردن ما رو بزرگ کنن. چرا؟ ولی به زور تقریبا برای حداقل خانواده‌های ایرانی مخصوصا خیلی بحث زور مطرح بوده. یعنی شما
اینجوری بوده که آقا این خب چیکارش کنیم بزنیم سر کوچه خب بزرگش کنیم دیگه. نمیرسم. این یه کار این یه ور قضیه رو گرفته، اون یه ور قضیه رو نتیجه شده خلاصه ما. یه دقیقه. ولی واقعیت اینه که این نتیجه یعنی نتیجه اولیه باعث شده که این دو تا با هم تعامل کنن، نه که اینو با هم تعامل داشتن بعد یه نفر به دنیا اومده حالا اون کسی که به دنیا اومده تبدیل به نتیجه. شاید من کوچر میگم حالا اونقدرم ببین احساس میکنم که مثال خیلی بدی زدم چون مادر پدرای ما آره واقعا زوری بوده، ولی الان خود ما چی؟ من اگه مثلا الان ازدواج بکنم و بچه دار بشم صرفا سر تعامله، آره دیگه تعامل میکنی و اون بچه رو بزرگ میکنی، همکاری میکنی و اصلا ربطی هم به این نداره که دختر و پسر همدیگر درک میکنن نمیتونن. ببین آخه به نظر من اگه اون درک کم باشه تعامل هم کم میشه در کل. ببین کن من مثلا فکر کن یه نفر بذار فکر کنم بعدش حرف میزنم. اوکی خب الان گفتی درک اگه کم باشه تعامل هم کم میشه، من اینو قبول دارم و میگم این درک باید بره بالاتر. این درک هرچی بالاتر باشه رابطه هم بهتره و از اون ور تعامله هم بهتره. و حالا چجوری این درک رو باید برد بالاتر؟ 5 minutes later. خب ما رفتیم یه دودی گرفتیم اومدیم دوباره و طبق اون چیزایی که گفتیم حالا الان بهتر شدش که یعنی بین هم نظری کردیم که بهتر اینه که بگیم مثلا درک یعنی چی از نظر هر کدوممون. کی میخواد شروع کنه؟ ممنونم. به نظر من توی اولی مرحله درک یعنی پذیرفتن. درک یعنی پذیرفتن، یعنی اینکه اصلا کاری نداشته باشی با این موضوع که من چجورم و اون چجوریه و توی مرحله اول گارد نگیری نسبت به طرف. نه اصلا اینجوری نیست. بپذیریش توی مرحله اول. وقتی شروع کنی به پذیرفتن اون درکه هم باهاش میاد. So I keep asking myself now, why me? درک کردن از نظر من یک کلمه هم معنی میتونم باش بگم فهمیدنه. مثلا تو بفهمی که یارو چه احساسی داره، چه ریاکشنی داره، مثلا چرا این ریاکشن رو داره، این چیزا رو بفهمی. این برای من میشه درک کردن. حالا لازم نیستش که تو با این قضیه اوکی باشی و بگی که آقا من میپذیرم این رو، یعنی اینکه من Help me! Help me! خب درک کردن نظر من همون پذیرفتنه هست، ولی با این تفاوت که اون پذیرفتنه مثلا به این منظور که مثلا میگم و درک کردن باید اینجوری باشه که با مغز تو هم جور در بیاد، با منطق جور در بیاد. مثلا اگه تو مثلا یه چیزی به من بگید من بگم درک کردم ولی با مغزم جور در نیاد، این میشه همون تحمل کردنه. پذیرفتن همیشه این نیست که تو بفهمی و بپذیری. من ممکنه بپذیرم بعد اینجوری باشم که آقا اوکی، ولی اگه واقعی عذرخواهی میکنم. آخه داستان اینجاست که اگر قرار باشه که با منطق جور در بیاد کامل بشینه بهت که خب تو کامل طرف رو درک کردی، تموم شده. لول درک کردنه تموم شده. اتفاقا داستان اینجاست که با منطق تو جور نباشه و تو بپذیریش این موضوع رو. خب طرف رو با تفاوتش بپذیری. خب یه مثال تو کن پارتنرت داره بهت میگه که آقا من دوست دارم تو خیابون کونلخ راه برم. این با مغزت جور در نمیاد دیگه منطقا. خب الان تو چجوری اینو میخوای بپذیری؟ بپذیری هم یعنی درکش کردی؟ میپذیرم با خدافظی خوش. نه من به نظرم درک کردن یعنی اینکه از نظر مغزی هم یهو میبینی با منطق جور در بیاد. ها؟ این کلا حرفایی که داریم میزنیم که همش درسته، یعنی اصلا اینجوری نیستش که بخوایم با هم مخالفت کنیم. کلا پذیرفتن و بحث درک کردن حتما به ادامه رابطه هم نباید دوچار بشه. یعنی وقتی مثلا دقیقاً همین اگه مثلا پارتنر من بگه من میخوام کون لخت تو خیابون راه برم، بحث نیستش من ایشونو درک میکنم ولی برای خودم نمیپسندم با همچین پارتنری توی رابطه باشم، پس ازش جدا میشم. این چرا دیگه این خارج از درک نیست، موضوع همینه. بحث درک کردن آخه به ادامه قرار نیست دوچار بشه که آقا شما خوشت نمیاد یه چیزی، مثلا مثل این میمونه که آقا بگم آقا من بنز دوستم یه BMW میموندی. خب نه ببین آقا من علاقه یه نفر رو به یک چیزی میفهمم خب ولی پسند من نیست، درک نکردن در نمیاد دیگه. پس چجوری درکش کردی؟ خوب داری میگی. ولی کلا یه چیزی هم اول توضیح خودم راستی بدم راجع به بحث درک کردن. به نظر من درک کردن خیلی از بحث شناخت میاد. هر چقدر یک نفر رو بهتر بشناسی کلا، یعنی مثلا من اگه سوار رو
بهتر بشناسم نسبت به دیروز خودم، امروز به نظر بهتر میتونم درکش کنم. یعنی میدونم که آقا اگه مثلا داره یه کاری رو انجام میده، از ته شناخت قبلی و تجربه قبلیم بدونم نتیجه اون کاری که داره انجام میده با ذهن من یکسانه، نتیجهش برای من اوکیه. درسته الان ممکنه کار عجیبی باشه، نه مثلا کور کردم ممکنه کار عجیبی، ولی نتیجهش با من نتیجه‌ای که من اونو میپذیرم و این از شناخت و تجربه میاد. شما بچه‌های توی خونه به ما بگین. خب ولی من با نظر تو مخالفم. با نظرم اشتباه داری صحبت میکنی. شما که درست گفتی، شما بعضا درست گفتی. اون شناخته خیلی حرف زیبایی بود. حالا من که اون دفعه ریدم تو توضیح دادن، ولی الان که حرف شما رو شنیدم فهمیدم که ترکیبی از حرفهای صبا و کسرا میشه درک کردن من. شما درک میکنی، میپذیری طرف رو، ولی بعضی وقتا با منطق جور در میاد، بعضی وقتا با منطق جور در نمیاد. مهم اینه که تو اون رو میپذیری و کنار طرف میمونی و میگی اوکی من درکت میکنم، با اینکه با منطق من جور در نمیاد و من اون کار رو انجام نمیدم، ولی میپذیرمت و کنارت میمونم. آقا یه سوال داشتم من. شما فکر کن میخوای سرعت رو درک کنی، تا یه ماشین رو نبینی که سرعتش یه سرعت دیگه بیشتره که نمیفهمی سرعت یعنی چی. وقتی با مغز، یعنی مغز عقل تصمیم میگیره که این منطقی هست یا نه، تو اون موقع درکش کنی. نمیتونی تو یار به یارو بگی من درکت میکنم ولی خودم این کار انجام نمیدم یا ازت جدا میشم که. خب منم گفتم اگه نپذیری یعنی درک نکردی. نه تو الان گفتی باشه من اینو انجام نمیدم ولی درکت میکنم. خب برای خودت نمیپذیری ولی پارتنرت این کارو بکنه میپذیری و ترکش نمیکنی. اینجوری میشه درک کردن. ولی برای خودت میگی شاید برای منطق من جور در نمیاد، من این کارو انجام نمیدم به شخصه. البته که عمل عقیده هست تا عقیده، یعنی لول داره به نظر من. تا یه حدی مثلا یارو بره آدم بکشه که نمیشه پذیرفت همچین چیزی رو. میشه پذیرفت. آره منم همین دارم میگم، بحث درک کردن. من منظورم چیزای منطقی تر بود. نه آره منم به نظر من بحث درک کردن شامل این نمیشه که شما درک کنی و ادامه بدی. شما میتونی یه جایی درک کنی، برخورد مناسب داشته باشی برای اون رابطه و ادامه ندی. یعنی قرار نیست حتما به خاطر اینکه یه نفر درک میکنی حتما باش تو رابطه باشی. میدونی مثلا نمیشه که یارو کونلخت تو خیابون راه بره من چیکار کنم؟ چرا نشه؟ چرا بشه تو نمیتونی جلوشو بگیری. الان شما میخواین این کار انجام بدید. نه از سالتا نزن حرفا، ولی نمیتونی جلوی طرفو بگیری. کدوم آدم آقای من درک میکنم یارو ممکنه مشکلات روانی داشته باشه میخواد لخت تو خیابون راه بره، ولی نمیپذیرم. خب باهاش تو رابطه میتونم برمش تیمارس برمش امام حسین بستریش کنم. خب امین آباد منظورش بود. این قضیه همینی میشه که تو این رو درک میکنی ولی تو منطق خودت نمیپذیری و درک میکنی میپذیری ولی تو منطق خودت جا نمیشه و برای خودت وقتی تو منطقت نپذیری یعنی یارو تحمل کردی اون رفتارشو، درک نکردی. تحملم نکردم، من که ازش جدا شدم. خب پس درکش هم نکردی دیگه، ازش جدا شدی. یارو مریضه. خب آقا تحمل کردن یه چیز دیگه است. تحمل کردن آقا من یه سوال داشتم. تو نپذیری، خوشت هم نیاد، ولی به دلایل دیگه‌ای بسازی با. خب مگه میشه؟ خب آفرین، دلایل دیگه مگه میشه یه چیزی رو درک کنی ولی نپذیری و خوشت نیاد؟ خب یعنی چی؟ تو داری میگی درک نکنی ولی بپذیری؟ من دارم میگم کسی که درک میکنه پذیرفته و خودش هم اوکیه با اون مسئله. تو نمیتونی بگی آقا من مثلا اون که کونلخ میره بیرون من نمیپذیرم. اصلا کونلخ خیلی مثل تخمیه. مثلا آقا مثلا دوست دخترت، پارتنرت، دوست پسرت اینجوریه که آقا من دوست دارم مثلا قهوه رو با قرمه سبزی بخورم. تو تا موقعی که اینو خودت پسند نکنی و با منطق جور در نیاد نمیشه درک کردن. میشه اوکی. حالا پذیرفتن تحمل کردن نیست، میشه اوکی.
یه چیز دیگه من می‌خواستم واسه بگم، بعضی وقتا یه نکته اومد هیچ ربطی به این حرفا نداره، یهو یادم افتاد بحث قبلی، هیچ کدوم از این بعضی وقتا نون تو درک نکردنه. این یه واقعیتیه که مثلا من بعضی وقتا من همیشه یه اعتقادی دارم که خانوما نمیتونن خیلی زندگی نرمالی داشته باشن، حتما باید دراما به زندگیشون اضافه بشه. مثلا دقیقاً احساسات فیلم ترکی هر از گاهی تو زندگی دخترها به نظرم نیازه. واسه همین بعضی وقتا اون درک نکردنه گاهی میتونه پیش بیاد که صرفا به خاطر این باشه که اون درامای لازمه به زندگی و رابطه تزریق شه. حالا شاید اصلا پذیرفتن درست نبود برای ترجمهش، برای که بگیم درک کردن یعنی پذیرفتن. شاید متوجه شدن کلمه بهتری باشه. تو متوجه بشی که طرف داره این کار رو میکنه و بفهمی که داره این کار رو میکنه، بپذیری یا نپذیری. آخه خودم خیلی ولی معنی بفهمی. درک کردن اصلا متوجه نمیشم تو این بحث. منم نمیفهمم. درک کردن باید به این برسیم که با یه نفر ادامه رابطه رو بدیم، یا صرفا درک کردن میتونه این باشه که چی؟ خب اینا به هم وصلن. تو یا رو درک نکنی نمیتونی ادامه رابطه رو بدی دیگه. خب درک خب کردن نه مثلا چی؟ توی کار عجیب در نظر بگیر. آخه من حس می‌کنم داری قاشق از این ور میاری بخوری. شما نیا کن مثلا اگه سوار روی مسئله خیلی حادی درک نکنی باش رابطه نمیمونی. پس دیگه داره اون مسئله چی باشه؟ حالا یه مسئله کون لخت بودن نه، ولی مثلا خارج رفتن برای ادامه زندگی. خب به هر حال یه اروری به رابطتون ایجاد میکنه که اگه رابطتون اینجوریه وقتی اون درک نکنی اینجوری میشه. خب نه الان مثلا یه مثال بزنم. مثلا فکر کن الان خیلی هم حالا زیاده دیگه، مثلا خانمای آقایون شدن بلاگر اینستاگرام. خب شخص بنده دوست ندارم مثلا نه خودم نه حتی اطرافیانم مثلا بخوام بشم بلاگر، چون دیدم مثلا نتیجه رو اطرافیان تاثیر میذاره، خیلی نتیجه عجیبی میشه. تو فاز بلاگر دوست ندارم برم. حالا من اینکه اینو دوست ندارم که پارتنرم بره بلاگر مثلا لباس مایو بشه، نخوام این کار بکنم، به درک نکردنش ربط نداره. که یارو درک میکنم میخواد چیکار بکنه اوکی، و اصلا نمیدونم معنی درک کردن اینجا بی‌معنی میشه تو این موضوع. من علاقم اون موضوع نیست صرفا. حالا بحث این که درکش میکنم یا نمیکنم اصلا مطرح نیست. شاید شما مثلا میگم مثل اینونه که بگی آقا شما در اینکه گل رز دوست داری گل نرگس دوست نداری، که گل نرگس رو درک نمیکنی. تو بالاخره یکی از این دوتا انتخابته، به یکی علاقه بیشتر از اون یکی داری، یکی پسندته یکی پسندت نیست. این ربطی به درک کردن داره به نظره؟ من نمیدونم. میخوای سرچ بزنم درک این چی؟ آره یه دونه ترجمه جدی یه دونه سرچ کن ببین اصلا معنی درک یعنی چی. ما چون همینجوری یاتاقان میایم میشینیم حرف میزنیم. توی همین مثالی که تو زدی درک کردن یعنی که تو میگی که اوکی تو میخوای بری بلاگر مایو بشی به خاطر پول، معروفیت و نیازی که به توجه داری. من این قضیه رو درک میکنم ولی نمیپذیرم که تو پارتنر من باشی. معنی درک کردن یعنی چی؟ یعنی فهمیدن و متوجه شدن برای دلیلی که طرف داره اون کار رو میکنه. درک کردن میتونه همچین چیزی باشه. بده بخونه. ببین اینجا نوشته درک به انگلیسی درک به معنی پیوستن به شیء، رسیدن به آن و آگاه شدن از آن و عمل کردن به آن است. عمل کردن در فلسفه مدرسی درک بر شناختی گفته می شود که به موضوعی تعلق گیرد و از این جهت که فعل شخص مدرک است می توان توسط آن به موضوع دست یابد. درک از نظر توماس آکویناسا اولین مرحله عملیات سگانه عقل چوکانی. What؟ البته یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه درک کردن، اینه که حتما تجربه مشابه با اون شخص داشته باشی. هم این میشه هم به نظر من چون اینجا نوشته بود که نه با شناخت فرق داره، کاملا با شناخت فرق داره. من تو رو میشناسم ولی چیزایی که تو تجربه کردی و من تجربه نکردم. البته این نقض حرفای خودمه که گفتم پذیرفتن، ولی از یه جهت هم میشه گفتش که دقیقاً همون چیزی که تو تجربه کردی و منم تجربه کرده باشم. از این نظر به درک میرسم بهت. به نظر این پرونده بسته است. Case closed. من یادم خب الان توی بحث روانشناسی یه سایت روانشناسی که آورده نوشته که خیلی وقتها درک شدن با فعل همدلی همراه می شود، چون همدلی کردن یکی از ابزار درک کردن است. یعنی ما بتوانیم احساس هیجان و تفکر یک فرد رو درباره یک موقعیت حدس بزنیم و این حدس به واقعیت نزدیک باشد.
یا اینکه درک کردن دیگر یا اونجای دیگه نوشته که برای اون که کسی رو درک کنید باید بتوانید چنین موضوع را در نظر بگیرید و حتی خود را جای وی بگذارید. در اکثر مواقع این کار سخت است، وقتی سخت‌تر می شود که فرد مقابل در ذهن ما جایگاهی داشته باشد که مدام بخواهیم با او مخالفت کنیم یا اکثر نظرات او به نظر ما اشتباه یا ناقص هستند، مثلا معلم یا بابامون. پس یعنی باید خودمون رو بذاریم جای طرف اگه میخوایم درکش بکنیم و اگه ببینیم که اوکی ما اینو میفهمیم یعنی درکش کردیم. تقریبا هرچی صلاحه. خب حالا بیا راجع به چجوری همدیگه درک کنیم حرف بزنیم. هر کی پیشنهاد بده برای اینکه بتونیم بقیه رو بیشتر درک کنیم. خب چجوری همو درک کنیم؟ من نظرم با صحبت کردنه و اینکه حتما پارتنری که انتخاب میکنیم طبق حالا اون چندین سالی که همون میخوایم بشناسیم، حالا اول که نمیشه، حداقل متوجه بشیم که یارو زندگی شبیه به زندگی خودمون داشته نسبتا. در غیر صورت هم میشه ولی من به نظر من دریافت کردن اطلاعات کافی و شناختن طرف، نه توی اون دوره‌ای که با هم دیگه هستین و دارین حرف میزنین و اصلا من درباره پارتنر صحبت نمی‌کنم، هر کسی، اصلا رفیق آدم، و متوجه بشی که این آدم از بچگی تا الان چه چیزایی کشیده. نکنه دکمه ضبط ویدیو رو نزدی؟ داشتم میگفتم اینکه چه چیزایی تحمل کرده، چه مشکلایی داشته. بابا دهنتون رو ببندین. و اینکه از بچگی چه گذشته‌ای داشته، چه پیش‌زمینه‌ای داشته و الی آخر اتسترا. به نظر بنده حقیر، به نظر من کلاً درک کردن فقط به دو تا چیز بستگی داره. یکی یعنی چجوری بهتر درک کنیم، یکی حرف زدن زیاده، یکی خودمون رو جای یارو زیاد بذاریم. مثلا وقتی که خیلی راجع به یه موضوعی حرف بزنه اصلا خود به خود موضوع حل میشه. یعنی یارو بیاد اون مشکل خودش رو حرف بزنه، جز این که برای من مثلا بلاگر بخواد باشه، یارو بیاد آقا راجع به اون مشکلی که پیش اومده حرف بزنه. ولی اینجا یه مشکلی هست، هم شنونده هم گوینده خوبی هست لازمه. یعنی اگه من نتونم خوب حرف بزنم ممکنه اتفاقا بدتر بشه، اون مشکل اینقدر باشه اینقدر. من باید بتونم خوب حرف بزنم، مشکلمو پخش کنم. طرف مقابل باید اتفاقا شنونده خوبی باشه. یعنی من خودم شخصا شنونده خوبی نیستم. یعنی مثلا یارو دو کلمه اولی که میزنه من دیگه عصبی شدم، زدیم تو تیپ و تار هم دیگه، همون مشکل انقدریه تبدیل شده به مشکل انقدریه. من تایید میکنم. ولی در کل میگم حرف که زیاد بزنیم حل میشه، خودمونم جای طرف بذاریم به نظرم خیلی کمک. حالا بعدی رو مطرح کن. من نگم چجوری درک کنم. بگم اول خودت گفتی. نمیخوام. از نظر منم همون صحبت کردنه و یه چیزی هم که خیلی بهش کمک میکنه شرایط خانوادگی و جویی که ما توش بزرگ شدیم. این قضیه خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به اینکه بهتر همدیگر رو درک کنیم. ما از دو تا جایگاه متفاوت نمیتونیم، خیلی سخت میتونیم همدیگر رو درک کنیم. آقا سلام، ما برگشتیم. بعد الان میخوام یه جنبندی کنیم که زیادم تا این ویدیو زیاد نشه، صحبتم زیاد نکرده باشیم. کلا در مورد سوال اولیمون که کی میتونه بگه پسر و دخترا رو میفهمن یا دختر و پسر رو میفهمن، یه جنبندی میکنیم، نظر هر کی نسبت به همون درک و بهتر درک کردن اینا رو میپرسیم، ویدیو رو تمومش میکنیم. آقا کی میخواد اول صحبت کنه؟ بفهم. همدیگر نمیفهمن چون توی شرایط متفاوتی بزرگ شدن و خب بالاخره خانواده‌هاشون فرق داشته، از اون اول جنسیتشون متفاوت بوده، خب یه جور دیگه بزرگ شدن، پس درکی نسبت به همدیگه ندارن. ولی اگه ارتباط برقرار کنن و با همدیگه صحبت کنن قطعاً این درک کردنه به مراتب هی بیشتر و بیشتر میشه. خب من نظرمو بگم. نظر من اینه که منم نظرم همینه، اصلا نمیتونن همو درک کنن به هیچ عنوان. و اگر اتفاقی بیفته که همو درک کنن بخاطر اینکه جفتشون اتفاق براشون افتاده و یک تجربه ثابت و یکسان ازش داشتن. و دومین چیز،
هر چیزیو، یعنی از نظر من که میبینی یارو با پارتنرش، یعنی من با پارتنرم میبینی الان میگم مثلا درک کردم و این کار دیگه باش مشکلی ندارم، به نظرم اسمش تحمله. اوکی میشه گفت. منم با کسرا موافقم، البته همچنان دردت نگیره تو آی همچنان نظرم اینه که خیلی 50-50، همچنان نظرم اینه که یه سری چیزا وجود داره که خارج از جنسیته و همه آدما و هر جنسیتی میتونن که درکش کنن. و آره به نظر من تجربه مشابه داشتن، صرف این که حالا با میزانش کار ندارم، صرف این که همون تا پیک مشابه باشه توی آدما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. شما میخواد صحبت من اون اولش که ویدیو رو شروع کرده بودیم خیلی به این فکر کردم که پای سبا چرا میزان همش داره میبره سمت راست‌تر، ولی آره به این فکر کردم که کلا احتمالاً نمیشه هیچ وقت دختر و پسر رو نگه درک کنن. بعد یکم که داشتم تو این مدت بچه‌ها حرف می‌زدن اینا من فکر می‌کردم، احساس می‌کنم یه کوچولو نتیجهش تو ذهنم عوض شد. برخلاف بچه‌ها من احساس می‌کنم اگر حرف بزنن با هم دیگه، درست حرف بزنن، یکی شنونده خوبی باشه یکی گوینده خوبی، بالاخره متفاوت هم هست دیگه، یه بار این یه مشکلی داره اون درک نکنه، یه بار اون یه مشکلی داره. اگه این اتفاق بیفته که با هم حرف بزنن و شنونده و گوینده های خوبی باشن برای هم دیگه، فکر کنم اتفاقا میشه هم دیگه درک کنم. با اینکه میگم تقریبا فکر کنم تو طول تاریخ کم داریم هم دیگه درک کرده باشن، ولی خب الان بعد اینکه فکر کردم یکم حس خوشبین‌تری دارم نسبت به این موضوع. بگم شما بچه‌های تو خونه برای ما کامنت بزنید. حرفی دیگه کسی نداره؟ نه هیچکی. برنامه هوکنسی این قسمت دوم به پایان رسید. خدا نگهدار. کی ویدیو رو منو میزنی؟